نیش یک زنبور که تا چند سال پیش در تاجیکستان نبود، مادر 32 ساله را در ناحیه همدانی به هلاکت رساند. گلجهان نظرова ساکنی دهه سیرابی ناحیه به گفته طبیبان روزی 26 اکتبر پس از نیم ساعت نیش زدن زنبور جان داده است. پیوندانش بر رادیو آزادی گفتند که گلجهان را زنبوری عظیم جثه آسیایی گزیده است که این جاندار در میان ساکنان همچون زنبوری کیتایسکی یا بیلاین معروف است. زنبوری عظیم جثه تخمیناً 3 سال پیش در تاجیکستان پیدا شد و به گفته پژوهشگران از چین آمده است. جورخان محلیقویف مدیر شعبه تندرستی ناحیه همدانی روزی 7 نوامبر بر رادیو آزادی گفت گلجهان در فرصت کوتاه جان داده است، ولی خویشاوندانش با این امید که شاید زنده باشد او را به شفاخانه آوردند. طبیبان معلوم کردند که گلجهان از زهر زنبور حساسیت داشته است. همصحبت ما گفت زهر زنبوری عظیم جثه آسیایی از زهر زنبورهای محلی قوی تر است، ولی برای همه مرگاور نیست. اما برای انسانهای مثل گلجهان که از زهر زنبور حساسیت دارند بسیار خطرناک است. اکبرخان حبیبوف یکی از خویشاوندان گلجهان بر رادیو آزادی گفت زنبوری که گلجهان را نیش زده است از زنبورهای زرد محلی بزرگتر است. با قول او این نوع زنبور از 2 سال پیش در دهه پیدا شد. دانشمندان تاجیک میگویند زنبوری عظیم جثه حالا در ولایت ختلان و ناحیه حصار زیاد است و به حاصل باغداران ضرر میرساند. انور جلیلوف حشراتشناس تاجیک روزی 7 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بعد شکایت باغداران به تحقیق این نوع زنبور شروع کردند. زنبوری عظیم جثه آسیایی برای طبیعت تاجیکستان تا چند سال پیش بیگانه بود. با گفته دانشمند تاجیک زنبوری عظیم جثه ظاهرا در داخل میوه‌های صادراتی چین به تاجیکستان آمده و زود در طبیعت کشور مطابق شده است. فیضعلی حکیموف مدیر انستیتوت زئولوژیا و پارازیتولوژی اکادمی علم‌ها میگوید افزایش این نوع زنبور میتواند خطر محو زنبورهای محلی را به وجود بیاورد. یگانه دشمن قتال زنبوری عظیم جثه آسیایی مینه‌ها بودند که البته زورشان به لشکر عظیم این جاندارها نمیرسد. در تاجیکستان حالا 800,000 عائله زنبوری عسل پرورش میشود و از آنها سال تا 12,000 تانه عسل میگیرند. اما حالا خطر کم شدن استحصال عسل هم وجود دارد، زیرا زنبوری عظیم جثه آسیایی زنبوری عسل را هم طعمه خود میکند.